سلام به همگی دوستداران شطرنج. موضوع درس شطرنج آگاهی درک در شطرنج می باشد. بریم ادامه درسمون. گفتیم پیاده ها 1 امتیاز، اسب 3 امتیاز، فیل 3 امتیاز، رخ 5 امتیاز، وزیر 9 امتیاز. شاه امتیاز نداره چون زدنی نیست. امتیاز چه مفهومی در سوارها و پیاده ها ایجاد میکنه؟ در حرکت ها معامله ایجاد می کند. چگونه؟ خب وقتی ما یه اسب 3 امتیازی داریم و حریفمون 3 تا پیاده داره، پس بنابراین میشن 3 امتیاز. اینها با هم مساوی هستند. وقتی یه رخ 5 امتیاز داره، پس بنابراین 5 پیاده میشوند 5 امتیاز، پس بنابراین مساوی هستند. وزیر که 9 امتیاز داره، پس بنابراین یه رخ 5 امتیازی و یه اسب 3 امتیازی و یه پیاده 1 امتیازی با هم میشن 9 امتیاز، در مقابل یک وزیر 9 امتیازی با هم مساوی هستند. پس بنابراین امتیازها قدرت‌های یکسان رو فهمیدیم. پس چگونه معامله انجام بشه؟ معامله همین طریقه، یعنی تو میای یه رخ 5 امتیازی رو به حریف میدی که 5 تا پیاده ازش بگیری، یا میای یه اسب خودتو میدی 3 پیاده از حریف میگیری، یا وزیر رو داری، وزیر رو میخوای معامله کنی با یه رخ 5 امتیازی و یه اسب 3 امتیازی و یه پیاده امتیازی که با هم میشن 9 امتیاز، با اینجا با هم معامله انجام میشه. پس امتیاز و معامله یاد گرفتیم و ادامه موضوع درس بعدی افزایش و کاهش در معامله توضیح میدم. فعلا خدا حافظ.